Your sister is. What is Sister? your sister? What is your sister? Boshini chikora ast? My sister is beautiful. Beautiful. Qardoshim chikora ast? What is What is your brother? My brother is a pupil. Beautiful. Too. Sit down. You Like like your family. your family. Do you like your family? Yes, I like a family. Yes, I like my My family. 7. I am 17. Sit down. Sit down. What is your name and his name? What is your name and your surname? Okay, what is your full name again? Full name. What is your full name? No impression, Shmina. My full name My name is Nazar Bardin. Shmoila dore. Adar dore. Darbar dore. Have you Father. a family? Yes. Yes. Andora? I have family. I have a family. I am short of money. Short chibut. Short kuto. Ten razona asibaze kalima sanki daro. Alati. Short money dari hora kalima money digar migra. Arbaze holato. Short money kuto dari jo money kam budan. Yani ki I am short of money. Yani ki pul man dari hora kam ast. چطور شد که شما پیشه آموزگاری رو انتخاب کردید بعد از ختم مکتب؟ مثلا چه عامل ها وادار کرد شما که محض آموزگار شوید؟ برای من در مکتب دیها تماشاگی اصولان بودم. از بس من از ایله خانه هستم. در رمتی کمپای بودم، کارگر بودم، کارکوچی بودم و میخواستم که در ایله یک کس معلم شود و از همین جهت من در مکتب پروفسور شدم همصحبت شدم و آنها از روزگارشون من واقف شدم. روزگار آنها خیلی خوب بود و دوره شغلی و من خواستم که مثل آنها استادشان معلم شوم و مکتب اومدم کار کنم و به خلق خود خدمت رسانم. از همین جهت من همین پیشه را تشریح کردم و خدا با شکر من حاضر به مکتب رسیدم و معلم هستم. در مکتب کار فرستادم و با شاگردان درس میدم. استاد یعنی در مکتبی که تحصیل میکردید زبان انگلیسی می‌آموختید، برای همون فن انتخاب کردید، یعنی آموزگاری زبان انگلیسی شده؟ خیلی بود که روزی که من از مکتب دیهه که در مکتب اینترنت رسمی چون گذاشتم، اولین درسی که من در آمدم اشتراک کردم درس زبان انگلیسی بود و استاد رحمتی عبدالرحمن وقتی که با طلبگانی که هفته دیگه درس میگذاشت هم صبح میشد که سلام میدادن، من هر روز با کم زمان گام میزنم. از اینجا یک شوق پیدا شد و من خواستم که این زبان را ساختم و با شاگردان با این زبان زمان صحبت کنم. از اینجا این کسب که زبان انگلیسی را آموختن در دل من جا گرفت و با همین مقصد و دانشجوی آموزگاری اومدم داخل شدم این کسب را انتخاب کردم.